سلام خوش اومدی به اولین اپیزود از پادکستی که قراره تو رو بندازه تو مود خفن بودن. اونم نه یه روز، نه یه هفته، بلکه برای همیشه. ببین، همه ما یه روزایی داریم که انگار باتریمون خالی شده، انرژی نداریم، حس و حال هیچی رو نداریم، انگار دنیا به همون چشم قره میره و میگه تو هیچی نمیشی. اما من امروز اینجام که بگم خفن شدن یه انتخابه. بله، درست شنیدی، یه انتخاب. مرحله اول، مراقب حرفایی که به خودت میزنی باش. بیا با یه سوال شروع کنیم. صبح که از خواب پا میشی اولین جمله‌ای که توی ذهنت میاد چیه؟ ای بابا، باز یه روز گند دیگه. یا امروز قراره یه روز خفن بسازم. اگه دسته اولی، بدون که داری با دسته خودت گند میزنی تو مودت، چون مغزت یه توتی حرفه‌ایه، هر چی بگی همونو باور میکنه. پس از امروز اولین جمله‌ای که به خودت میگی باید یه جمله خفن و انرژی بخش باشه. یه چیزی مثل من امروز قراره یه سطح از دیروزم بهتر باشم. امروز فرصتهای عالی تو انتظار منه. من یه آدم جذاب و قویم. هر روز اینا رو تکرار کن. مغزت یواش یواش باورش میشه. مرحله دوم، بدنتو بیدار کن، ذهنت دنبالش میاد. بذار یه رازی رو بهت بگم. بدن تو حال ذهنتو تعیین میکنه. اگه صبح مثل یه سوسک بیحال از تختت بیای بیرون، معلومه که روزت هم پر از کرختیه. ولی اگه با انرژی بلند شی، چند تا حرکت کششی کنی، موزیک خفن بذاری، یهو میبینی که انرژی درونیت هم روشن شد. پس از فردا صبح موزیک انگیزشی بذار. اونایی که زر دارن و حس قدرت میدن. چند تا پرش و حرکت کششی بکن. یه نفس عمیق بکش و بگو من آمادم واسه یه روز فوق‌العاده. تو امتحان کن، بعد بیا بگو چقدر فرق کرد. مرحله سوم، آدمای اطرافت رو فیلتر کن. یه ضرب المثل هست که میگه تو میانگین 5 نفری هستی که بیشتر وقتتو باهاشون میگذرونی. حالا یه لحظه فکر کن کیا رو بیشتر تو زندگیت داری؟ اگه دور و برت پر از آدمای نگاتیوه که فقط نق میزنن، شکایت میکنن و انرژی تو رو میکشن، بدون که داری خودتو مسموم میکنی. ولی اگه دور و برت پر از آدمای مثبت، با انگیزه و هدفمند باشه، انرژی تو هم بالا میره. کمتر با آدمای منفی معاشرت کن. بیشتر وقتتو با کتابای انگیزشی، پادکستای خوب، آدمای موفق بگذرون. و اگه کسی نیست، خودت باش. خودت بزرگترین منبع انگیزه خودتی. مرحله چهارم، کارهای کوچیک مساوی تغییرات بزرگ. آدمای خفن منتظر انگیزه نمیمونن. اونا عادتهای کوچیکی دارن که کم کم ازشون یه آدم فوق‌العاده میسازه. مثلا هر روز 10 صفحه کتاب میخونن. یه کار هیجان انگیز تو برنامه‌شون میذارن. مدیتیشن یا تمرین ذهن آگاهی انجام میدن. ورزش میکنن. حتی یه پیاده روی ساده هم کافیه. تو هم از امروز یه کار کوچیک انتخاب کن و روزی 5 دقیقه انجامش بده. ببین چه معجزه‌ای تو زندگیت اتفاق میفته. و در نهایت مود خفن یه انتخابه. پس دفعه بعد که حس کردی انرژیت کمه، بدون که کنترلش دست خودته. حرفای مثبت به خودت بزن، بدنتو بیدار کن، دور و برتو از آدمای منفی خالی کن، عادتهای کوچیک و مفید بساز. حالا بیا یه قول بده. کامنت کن و بگو من از امروز خودمو میندازم تو مود خفن و اولین کاری که قراره انجام بدی چیه؟